السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، بعد زیارت خانه خدا باید که سر کل میکردیم. اینا با مقصد قانونش که چیزی که میگن موکل مقصد کردیم. انشاءالله با خواستگی رازگی الله سرم کل کردیم. برادرها همین گفتنی هستم که برادرای عزیز به خاطر الله حرکت کنین. انشاءالله خداوند نصیب این خانه میگرد. فقط حرکت کنین، به خداوند مبارک کنین، حرکت کنین. انشاءالله که هر یک کاری خیر میکنین خداوند رو به پاداش نمیمونه. ما باید همه وقت حرکت کنیم برادرای عزیز. اینا خانه خدا، اینا همین جمع همه که های دیدیسن. اخیر ما که باره دیدیسن. مقصد یکی جوزی آبادیش دیگه خیلی مقصد وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در چی خیلی بود است بود. برای همین برادرای عزیز در حقم دعا کنید. انشاءالله در حق همه 50,000 پادپیس که دارم در حق همه تان دعاگو هستم برادرای عزیز. به خاطر خداوند، به خاطر الله همه تا دوست می‌دارم که اولش خداوند خودش، بعدا شما سبب شدین که همین خدر دستگیری بود، همین خدر چی بود که ما امروز انا خانه خدا اومدیم. انا چی گفتنی آن هستم دعا میکنم که خداوند همه 50,000 پادپیس که دارم، خداوند 50,000 برادر یار رفیق مقصد هست امروز در بر ما راست هستند. هر یک نواری میکنیم مقصد دستگیری میکنیم. خداوند هر یک تاتونا صاحب آن همین خانه بگردونه. خانه خدا خداوند همه تانا حاجی کنم. به همه خاطر کم کم سوسو برادرم آدم بسیار میگم مقصد یک آدم خدی رو برون نخریم با مقصد. به همه خاطر مقصد برادرای عزیز شما هم این همون دومی از همه بلندش این همین جای نمیاد برادرای عزیز. دومی ساعت میگن مقصد سوی خانه رفته حساب نه. خواستم به همون یک نوار تون کنم برادرای عزیز. این ای برادرمون که جا کل کدگی نسیون کنم میخواه بیوده همه برادرای تاجیک هستن. اینا انشاءالله که نماز عصر قطعی پیشین خوندیم. رفتیم تفاف مقصد کردی خونه کعبه تا بردیم با ججو دورت میره همش انشاءالله چینام دارد بخواست الله باز بخشش برادرای عزیز، بخشش برادرای عزیز. این همجا خیر رفته این برادرای عزیز کار خیر هستی. برادرها چی گفتنی هستم اویدی حج همه بسیار سوال دادن که اویدی حج گپ زنین، اویدی حج گپ زنین. انشالله ما گپ میزنم یک نوار میکنم انشالله به خواست الله چی خیل میاین چی خیل میروه همشه پر را به پورگی میفهمونم. با اون خاطر کسایی که رفتن میخواد اینم بر همه نمره در بالای اکران هستی. انا کمپانی زمزم عمره اینجا کاری خیره برادرها اینجا خیر داده استین اوقات خوراکه انا چینم دارم. همین نمره زمزم عمره در زنگ میزنه انشالله به خواست الله شما را میبیارن. انا مقصد برادرای عزیز همه وقت انسان باید حق گپ زنه. همین خیلی گفتنی اون هستم که تا امروز یگان مشکلیاش ندیدیم، یگان چیزایی که بگوی نیست که پستی بلندی در هر یک جو هست. خواهد باید ما انسان ها اهمیت ندیم. انا چی گفتنی اون هستم همیشه در حقم دعا کنیم. هم دعا میکنیم خداوند همه تون باید بردیم و پاجی کنه خانه خدا. باقی سربلند و خانه آباد باشه. خداوند یار و مددگارتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سخنهای خوبتان در کامنتر انتظارم. السلام علیکم.